مقصد خانه کم تون شرایطو بسیار نخلی کم آویم اینجا مقصد که آویم ایش دوزندگی ایش گندوزی ایش قرمدوزی و ایش که دادرونی سبت گل رو داختن بفتن و زیاد تنوخی دختر رو اما شو جمع داری که ایش که خیلی اویلو شد ایش پدرش کسش که نه اومده های همیو جمع دوید که نیم اما وقت همی جمع دوید شوهرم در روسیه چند سال شد؟ 1 سال صاحبی دو پسر چند خیلی مبلغ خوب روی نمیکنم مبلغ کم روی نمیکنم زندگی ما میخوایم شرایط مساعد نیم اما خرسان شده که چیزا را به ما را آوردن ما همتری دو زندگی تشکیل کردیم واسه ایرونه که خوجان یک جوگای شیدگی هست شرایط خیلی ترقی با مهندس فایرات کرد به همینجا را اومدیم گفتیم خیلی تبریم اونجان رو این کار پیش بردیم امروز ما می با دستگیری ارگو لایحه را پیشنهاد کردیم و خوشبختانه لایحه ما دستگیری یافت. امروز 10 نفر زن آسیب‌پذیر در همین سیخ دوزندگی به هنرهای مردمی مشغولند. اکثریت اینا هم حاضر تقسیم کردگیم کدامش که دیپلم ندارن و از مرکز کلانسالان به اونا دیپلم تامین میکنیم و عموما همین زنا مقصد که از همین سیخ دوزندگی استفاده میبرن از چیزایی که تجهیزاتی که ما خریدیم آوردیم یعنی که سطح زندگی خودشون کمی هم باشه بهتر میکنن. من همچون رئیس زنها وقتی که در دهه ها در جمعیت ها با شروع زنها بخوری رو میگذرونم از رفتی صحبت معلوم میگردد که زنهای ما به نهایت هنرهای مردمی خود را میخواهند که پیشکش و دسترسی مردم نمایند. ما از این لحاظ تصمیم گرفتیم که و از شما به نهایت از دستگیری های شما به نهایت می‌نداریم که چنین کارخانه ها را تشکیل نمودم برای زنهای کمیزوها این نمود کارخانه ها تشکیل نموده که این زنهای ما هنرهای خود را سیقل رو به مردم پیشکش نموده ایستاده.